سوره فلق یعنی صبحگاه در مکه مکرمه نازل شده است و از 5 آیات عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. به نام الله بخشاینده مهربان. بگو ای رسول، بر پروردگار صبحگاه پناه میبرم. من شر ما خلق. از شر آنچه بیافریده است، یعنی جمیع مخلوقات. و من شر غاسق اذا وقب. و از شر شب چون در آید و تاریک شود. و من شر النفاثات فی العقد. و از شر جادوگر زنهای که در گره ها افسون میدمند. و من شر حاسد اذا حسد. و از شر حسود که مردمان را بدبیننده است و بر نعمت که به بنده اش داده است چون حسد می کند تا که از بین رود و به اذیت گرفتار شود.